خوندم از شما نقل قول شده بود که 2 نفر از فرمانده ها یا از افراد جنگ بودن که 2 ماه قبل گفته بودن، شخص شما گفته بودن که پدر رو میخوان در واقع بکشن. چرا هیچ واکنشی نشون ندادید به لحاظ اینکه در واقع چرا به بابا گفتم؟ نه خودتون یا بچه‌ها به بچه‌ها یه جوری بگید در واقع. گفت نگو. بابا گفت به هیچ کس نگو. یعنی شما فقط به بابا گفتید، به هیچ کدوم بچه‌ها نگفتید؟ من اومدم خونه به بابا گفتم بابا این 2 تا آقای حرفا رو آخه اومدن 2 نفر تو دفترمون. من دانشگاه بودم، چون معمولا تو دانشگاه سرشون مینداختم پایین میومدن. اگه دفتر خودم میخواستم بیان آدما بالاخره میپرسیم کی اسمتون چیه چی کار داری. من 2 تا کلاس داشتم، بین 2 تا کلاس هم اومدم بیرون که کارهای کلاس بعدیمو ببرم. دیدم 2 تا آقا نشستن تو دفتر. گفتم اصلا شما میشناختین اینو قبلا؟ اصلا گفتم شما گفتن که ما با شما کار داریم. آدم یه خودم میترسه یه غریبه بیاد بگه کارت داریم. حدوداً چند سالشون بود؟ مثلا فکر کنم 50-60 سالشون. آدمای خیلی مسنی نبودن. ماه جوگندمی داشتن، حدوداً 60 سال اینا بودن. بعد گفتم آقا من کلاس دارم، من که با شما قراری نداشتم. گفتن نه شما قرار نداشتید، ولی شما 5 دقیقه بشینید ما حرفامون بزنیم بریم. گفتم باشه. بعد خیلی هم دلشون نمیخواست کسی تو اتاق باشه که مثلا من آدم رانندم اینا. گفتم شما برو بیرون، میخوایم با خودتون خصوصی صحبت کنیم. بعد شروع کردن اول از کربلای 5 و کربلای 4 و اینا که اینجوری گفتم آقا من کلاس دارم، مثلا وقتی سه حرفا به من چیه؟ گفت نه ما میخوایم اینا رو به شما بگیم که بر باباتون میگیم، بدون ما آدمای الکی نیستیم، ما آدمایی بودیم که با خودشون تو جبهه بودیم و همه این چیزا رو از نزدیک میدیدیم. گفتن که ما قشنگ بعد که حرفا شد گفتم حالا چی؟ گفت چی؟ ما بهتون میگیم که اینا میخوان بابای شما رو ترور کنن، طوری هم ترور میکنن که خودتون فکر میکنید مرگ طبیعی پدرتون فوت کرده. گفتم حالا برای چی؟ گفتم برای اینکه اینا 3 تا انتخاباتو باختن. من اومدم خونه به بابا گفتم، گریه هم میکردم، به بابا حرف میزدم. بابا میگه بابا تو چرا اینقدر قصه؟ چون بابا یه محافظی هم سرتیمش عوض شده بود. سرتیم بابام سرتیم خوبی نبود، خیلی مسائل رو رعایت نمیکرد. من گاهم میمدم به بابام گفتم بابا اینجا همه چی ولا، اصلا اینجوری نیست، فکر نکنین این آقا اصلا درست کارا رو دنبال نمیکنه. چون چند تا اتفاق افتاده بود دیده بودم. بهم میگفت تو چرا این کارا اینا رو میگی؟ اینا بچه‌ها زحمت میکشن، اینا اصلا نباید به اینا چیزی بگی، اینا بچهای خوبی ان. گفتم من میگم خودتون بدونید، من به کسی نمیگم، دارم به شما میگم. بعدم اینو شروع کردم گریه کردن. گفت تو چقدر قصه منو میخوری، بعد چی اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ اصلا داری به خاطر من خودت از بین میبری. میگم بابا تو رو خدا